فروشگاه کارفور. بریم ببینیم به چه صورت. چرا اینجا قسمت اولشه، میوه‌جاتش. حالا اومدیم با هم ببینیم. سیب دیگه، حالا قیمت ها رو زده خودتون نگاه کنید. 12 درهم هر بستش. بلو 29 درهم، 30 درهم در واقع. آره موز هر کیلوگرمیش 7 درهم. انگور 3 درهم، 30 درهم به هر بسته. هم کاواشه، سبزیجات به صورت بسته‌بندی خرد شده 20 درهم. انار دون شده، پیاز خرد شده. بخش سوسیس کالباسشه که حالا دیگه قیمت ها رو خودتون میبینید. من سریع رد میشم، هر جاشو میخواید اسکرین بگیرید نگاه کنید. قسمت گوشتشه دیگه زده قیمت ها. هم گوجهش کیلویی 7 درهم. بسته‌بندیاش 15-16 درهم. هم گوجه های رنگی. هم قسمت سبزیجات گلدونی، خود فرنگی اشتباه نکنم، مارچوبه، کلمای کوچیکه، البته کاوه، چاپیتگی، کلم، نمیدونم کاوه یا کلمه. کاوای ایرانی. میوه‌اش آووکادو بسته 30 درهم. بامیه، کدو، تربچه و اون چیزایی که می‌خواد. پیس آووکادو for how much؟ این 2 تا بسته آووکادو میشه چقدر؟ قسمت هم هندونه ایرانی کیلویی 2 درهم، کیلویی 60 تومن. این هندونه هم کیلویی 8 درهم. قالبی این چیز هست. این هم قسمت گل فروشیشه.
حالا قیمت ها رو مثلا از این گلای جاویدان ها 250 درهم. من یه مدل دیگه گوجه کیلویی 5 درهم. جام سیب زمینی کیلویی 3 درهم. من فقط سریع نشون میدم که دیگه حالا دوستانی که قصد سفر به دبی دارن از قیمت ها آگاه باشن که به چه صورته. از این بسته‌بندی سیب زمینی شیرینا اگه اشتباه نکنم 10 درهم. سبزیجات تازه 1 درهم. پیاز کیلویی 3 درهم. این نمونه هم 3 درهم. سیر بسته‌بندی هر بگیش 5 درهم. موز سبز 10 درهم. نمیدونم چیه قرع 12 درهم. پاپایا 4 درهم پر کیلوگرم. کیلویی 120 پاپایا. تو ایران فکر کنم کیلویی 200-300 تومن به نرخ روز. بادمجون سبز کدو پینس لوبیا جوانه گندمه نمیدونم دیگه. خودتونم میتونید چک بکنید حالا اسم محصول و قیمت هاشون رو نوشته. ذرت بسته‌بندی 5 درهم. هم نوشیدنی هاشون هست به این صورت میبینید. بسته‌بندی های مغزیجات، قارچ نمیدونم نه انجیر خشکه. آره این صورت. فرنگی کلم ریزا نمیدونم چیه جالبه. کیلویی 15 درهم پر کیلوگرم. کیوی آووکادو بلو. این آلوهای قرمز به این صورت میاد. قیمت هر کدومشون زده. مثلا کیوی بسته کیوی ایرانی بسته 6 درهم. آلو به همین صورت. نمیدونم چیه. دراگون ها کیلویی 8 درهم. قسمت دراگون جلفا نمیدونم چیه. حالا حقیقتا من خیلی از میوه ها رو نمیشناسم دیگه. حالا خودتون آشنایی دارید باشون. این بلوطه، شاه بلوط بهش میگن. تو ایران نمیدونم اینجا چیه. 6 درهم. کوکونات آماده. پرتقال کیلویی 7 خورده. لیموی زرد لیموی سبز کیلویی 6 درهم. یه نقطه از این نداریم. هر چیزی که میخواید بخرید اینجا پلاستیک رو بردارید. بعد این صورت
حالا هر مقدار که میخواید برمی‌دارم. به این صورت لیمو برداشتیم. پرتقال با این پکای لیمو 18 درهم. این اونور فکر کنم رد دراگون دیدم، دوست داشتم حالا یکیشو بگیرم تست کنم. هم پاین اپل اگه اشتباه نکنم. نارنگی، پرتقال، لیمو، یه جور شبیه خرمالو این میگه. فروت وایت. دراگون همون سفیده، قرمزشو نداره، ولی حالا یکیشو میگیریم برای تست. قسمت هم بریا هست. بلوبری بسته 6 درهم. یکیشو میگیریم. یکی چیه؟ تست نکردم، اینو میگیریم تستش میکنیم. خب اینا هم تمشک 14 درهم هر کدومش. رزبری 13 درهم بسته ای. توت فرنگی بسته ای 6 درهم. میکس رزبری و بلوبریه. گیلاس هم داره. قسمت نودلاش هست به همین صورت که میبینید. هم از این نودلا هست که فکر کنم نیمه آماده است، حالا پک میشه استفادهش کرد، خودش گرم کن و چیز داره. انواع سسا هست. چیه؟ رب گوجه هست 6 درهم. یا انواع سسا. سویا سس هست، سس تنده. من خودم هم دنبال یه سوسی میگردم، ورچستر، حالا نمیدونم چه پیدا شه نشه. کنسرو ماهیه اگه اشتباه نکنم. هم نون بسته ای 20 درهم از این نون. انواع سس. این برم انواع چیپس ها هست. خیلی فروشگاه بزرگیه. اگه بخوام حالا همه آیتم ها رو نشون بدم واقعا حالا 4 ساعت 5 ساعت بعد ویدیو بگیرم و اصلا امکانش نیست. انواع سس ها. نودلای حالا متفاوت. حبوبات ایران حبوباتش خیلی گرون شده. حالا ببینیم اینجا حبوبات به چه صورته.
مثلا نخود بسته 13 درهم. نظر من اینجا بسته بندیاش فکر کنم گرون‌تره. برای چقدر؟ برای اشتباه نکنم 1 کیلو و 200 گرم. نمیدونم دیگه، باید مقایسه کنید. نخود قرمز عدس هم خرما. من فکر کنم خرمای مضافتی اگه اشتباه نکنم. از این خرما خیلی درشته، حالا نمیدونم چیه. او از این چیزا این قسمت چیپس هاشونه. البته مثل چیپس ایران نیست، واقعا پره ها. 11 درهم 300 تومن. البته به نرخ 30 تومنی که حالا امروز است. البته حالا تاریخی که من الان دارم این کلیپو پر میکنم درهم مقدار افزایش پیدا کرده. نوشابه ها رو میبینید از زیرو پک 20 درهم. نوشابه های مختلف، نوشیدنی های مختلف. یه دونه از خیلی من دوست دارم میگیرم اینجا. طعم این لیمونادای ایران رو میده، ولی این خیلی خوشمزه تره. نمیدونم، من خیلی باش حال کردم. حالا قیمت ها به این صورت. نوشابه های بزرگ، آب میوه های مختلف، آب معدنی، حالا نوشابه ها که میبینید قیمت هاشونو. انواع آب های مختلف. آب جیف میگن ظاهرا خالص ترین آب دنیاست. سبک هم خالص ترینه. ما که تست نکردیم. هر 300 سیسیش، بستای 300 سیسیش 4 درهم، 120 تومن. بزرگش هم 10 درهم 1 لیترش. انرژیزهای ردبول بسته 37 درهم بودن. انواع آب میوه‌های مختلفشون، بسته بندی همشون پکی میدن. پکای 6 تاییه 10 درهم. اوه از این شربت وینتوها تو ایران ما درست میکردیم. خیلی وقت از این مارک نمیاد دیگه. قیمتش هم دیگه گرون شده به نسبت. 12 درهم اینجا. نوشیدنی‌های مختلف. چیپس. میبرم چیپس‌های مختلف. من سعی میکنم که سریعتر بگیرم که برسیم همه قسمتاشون رو ببینیم. از این بسته‌بندی ها 10 درهم. قیمت ها رو
من زوم کنم که بهتر ببینید. آره جوری قیمت ها رو بهتر میبینید. چیزهای مختلف. $33 از این نمونه. آجیله، انواع آجیله. Thanks. چه بازم نودل، انواع اقسام نودلار دارن اینجا. حالا دیگه برنج هم این سمت، حالا برنجا 5 کیلویش $22. حالا مثلا از این نمونه این برنج هندیشه حدوداً در میاد 2 کیلوش $16. همین صورت. ببینید خوبیش اینه که حالا شما اگه قصد حالا موندن 10 روزه 20 روزه، حالا بعضی ها سفرهای تجاری دارن به دبی اینجا میان، برای که حالا هزینه‌های سرسام‌آور خورد و خوراک و نخوان بپردازن، میتونن حالا از اینجا متریال ها رو بگیرن، حالا خودشون غذا درست کنن که حالا هزینه ها پاشون ارزون تر بیفته. همه چیزم هست با قیمت های مناسب به نظر من. انواع حبوبات باز، تن ماهی $10 $11. چه برنج جالبیه، از این نمونه ندیدیم. بکنید دونه هاشون مصریه ظاهرا. 5 کیلوش $23، نهایتا $24. مربا و ترشیجات های مختلف $10. ترشی مخلوط، خیارشور، کالباس. اینا کالباس های دسته‌بندیه. از این کوچیکاش $8. از این بزرگای 800 گرمیش $20. تن ماهی ساردین، ماهی ساردینه. مربا، ترشی زیتون، باز این صورت. من عاشق این سسای هاینز هستم، یعنی یکی از فیوریت های منه که متاسفانه داخل ایران از اینا پیدا نمیشه. بزرگش $25. دونشو از کدوم برداریم ما؟ خب این پکاش هم $15. 2 تا 460 گرمی. اینا چند گرمه؟ 1.5 کیلو. $25. دو تا از این کوچیکاشو برمی‌داریم. سس کچاپش بی‌نظیره. این هم سس امریکن گاردن. اینو برچسترشو میخوام اگه داشته باشه، بی نهایت عالی میشه. از این برند امریکن گاردن، اونو اگه بزنید حالا داخل غذاهای مختلفتون، نودل یا برنجی که به سبک حالا کره‌ای درست میکنن، چیز خیلی خوبیه. نگاه از این هاینزا $3 910 گرمش. تکیش هم داره.
اسکچو 510 گرم. ببینم از این برمی‌دارم. هم مارکای ربه، حالا نمیدونم بعضیاشون ربه بعضیاشون پوره گرجه است. این صورت قیمتاشون 6 درهمی هست، از این نمونه 4 درهم، 7 درهم. خود فرنگی اینا هم کنسروهای لوبیا اگه اشتباه نکنم در به ذرت 8 درهم. از این کالباس ها 20 درهم. از اون کچاب است 700 گرمیش 10 درهم. ببینم از این بگیریم. خب این قسمت روغن حجم زیادش 62 درهم فکر کنم. آره 9 لیتریه، 9 لیترش 62 درهم. حالا از این 3 لیتری ها هم داره که در میاد 38 و 99 39 درهم. و آره هم با سویا سوسای مختلف هست. ادویجات های مختلف به این صورت قیمتاشون که مشاهده میکنید. اینو تو نمیدونم چیه ولی از این رشته های خاصیه توی یه رستوران هندی اینجا تو دبی تست کردم. چیز جالبی بود، همش خوب بود، دوست داشتم. ادویه های حالا مختلف میبینید حالا قیمتاشون. من میگم فروشگاه خیلی بزرگیه، اگه آدم بخواد حالا همه جاشو بگرده و زمان زیادی میبره. سرکه 8.49 تقریبا نزدیک 9 درهم. اونای مختلف ساندویچی، روغن زیتون، نون توست 7.49. نوناشون نسبت به حالا نونای خودمون یه مقدار حالا قیمتاشون بیشتره، ولی اغلب چیزها رو که چک میکردم قیمتاشون با ایران یکیه و این خیلی خوبه. حالا برای دوستانی که میان اینجا میتونن به راحتی خرید کنن. نگاه این مارک پرسیل اوریجینالشه، فکر کنم اگه اشتباه نکنم آلمانی میشه شرکتش. 50 درهم. حالا ماشین لباسشویی. از اونجایی که ما هم تنها زندگی میکنیم دیگه حالا با این شوینده ها یه مقدار آشنایی داریم دیگه. حالا باز مواد شوینده های مختلف، خودروی ماشین، صورت 6 کیلویی 97 درهم. ولی واقعا کیفیت خوبی داره. حالا برنداشون تو ایران ما هر کدوم اصلا استفاده میکنیم و اندازه یه لیوان کامل بریزید، چه حالا مایش چه حالا از اون پودریش، تا بخواد حالا تمیز کنه لباسا رو. ولی اینا واقعا اورجینال و حالا کیلاشون خیلی پایینه نسبت به حالا
این اجناس که داخل ایران هست. از این اجناس تو ایران پیدا نمیشه، اگر هم پیدا شه حالا با قیمت‌های خیلی نجومی و بالا. اسم همونه ها، مثلا ایران هم نوشته پرسیل، ولی اینا اون اوریجینال است، حالا اونجا فیکه دیگه، شرکت ایرانی داره پر میکنه، مثلا همشون زده روشون آلمان و نمیدونم اینجور چیزی، اینجور جاها اومد. و باز مجدد اینجا مواد شوینده درسته، ماشین ظرفشویی اگه من پیدا کنم خوب میشه. دیگه دارید میبینید چه صورت قیمت و اکثرا خیلی دوست ندارن قسمت رو، من سریع رد میشم مواد شوینده دیگه. حالا برای اکثر دوستانی که تو دبی زندگی میکنن و برای سفر اومدن و اینا خیلی کاربردی نداره. مارک سیف تو ایران هست، سایه اورجینالش جیفه، این برند سیف ازش کپی شده. اسمت توالت، حالا میبینید قیمتاشون. رول 12 تاییش از اینکه 20 درهم. رولای زباله هم قرصای ماشین ظرفشوییشون مارک فینیش. چند تاییش فینیش پلاس از این در میاد 100 درهم برای 30 تا قرصش، حدوداً 3 میلیون به پول ایران. این مارکای فینیش که داخل ایران هست همشون متاسفانه فیک هستن اکثر. چه حالا دیگه قرصای اورجینال با آنزیم‌های مختلف زده، هر کدومشون مثلا فیری، من عاشق این برند هستم، فیری واقعا عالیه. 129 درهم برای 50 تاییش دیگه. آره 80 تاییش چه قیمتیه؟ 80 تاش و این از چیزشون پرسیدم، این برای اینه، اینا رو حالا چون دقیق ننوشته 80 تایی بودش، مثلا این 129 درهم. این هم که پوشکه، حالا برای دوستانی که بچه‌شون همراهشون هست به این صورت. حالا قیمت ها، حالا سایزاشو من نمیدونم دیگه، حالا خودتون چک کنید اینا رو. برای بزرگساله شاید باورتون نشه، حالا کل این لاینایی که اومدیم فقط یک سمتش بود، واقعا اگه دقت کنید اون سمت باز به همین اندازه لاین هست. حالا سعی میکنم سریع، چون خودم هم حالا امروز روز آخری هست که حالا اینجا هستم و یه خورده عجله دارم. قسمت هم حالا بخش دارویش هست که حالا چیزهای مختلفی داره، میتونید نگاه کنید. پتو، حوله، از این بالشتای چیز طبی و تختی های مختلف، حالا با قیمت هایی که
میبینید. حقیقتشو بخواید نگاه، من الان کارفور اومدم، دی تو دی هم رفتم. کارفوره هنوز بهتره ولی از بابت قیمت حالا دی تو دی یه مقدار حالا قیمتاش مناسب تره، ولی خدمات و تنوع محصول این قسمت خیلی بیشتر. کارفور این قسمت حالا وارد لباساش و قسمت حالا زغال برای حالا دوستانی که دوست دارن باربیکیو کنن، یکی 18 درهم. پتو حالا با سایزهای مختلف قیمتاشون رو میبینید. باربیکیو 160 درهم آف خورده البته این پک. از این بالشتا 19 و 99 20 درهم. حالا میز و صندلی ها، چادر، چیزهای مختلفی هست واقعا. و حالا تایم بذاره بیاد قشنگ بگرده و ببینه. نه حالا برای دوستان که سگ و گربه دارن، این تشویقی ها و این تشویقی میشه فکر کنم. قسمت ببینیم چی داره. و بذر گیاهانه برای کشاورزی، حالا سموم، تقویتی ها، حالا چیزهای مختلف که به این صورت مشاهده میکنید. با نگاه از این چیزا بهش چی میگفتم، حالتی یخچاله، یخ میذاشتیم. قیمت هاشون رو دارید خودتون مشاهده میکنید. برندهای مختلف، حالا من با برنده آشنایی ندارم ولی خب حالا فیلمشو میگیرم دوستان دیگه. که برنده هم آمریکایی هست، بعد چیز خوبی باشه. دوشکای بادی 50 درهم. خب این هم از این فندکای اتمی هست، نمیدونم ننوشته چیزی. او 2 پرسن سایز، 2 نفر هست اینا. آره این همینه فکر کنم. آره کلا همین اندازه چادری که باز کردن. آره 100 درهم این چادر. اجناس مختلف. خب بچه از اون قسمت حالا چادرها داشتم یکی سوال میکردم دیگه، حالا نشد فیلم بگیرم، داشت برام توضیح میداد. اومدیم این قسمت پنیراش هست، پنیر صبحونه حالا برای دوستان. مارک حالا به حسابی گفتنی مارک خوب پنیرشه. حالا قیمتش رو دیدید دیگه. البته بستای کوچیک‌ترش هم داره تو قسمت حالا لبنیاتش، حالا نشونتون میدم. باز چیپس، هم لباسای عربیه، دوبی چاکلت، اسنیکرز، حالا برندهای مختلف، از برند شکلات، هم غلات های صبحونه و چه میدونم چیزای من صبحونه. خب هم باز برنج آف زدن. No problem. اینجا هم از این چیزای کیتکت هست،
پکی 22 درهم. البته 2 تا با همه اگه اشتباه نکنم. آره 2 تاش با در کدومش 8 تا هست، جمعا 16 تا. هم کافی هاشونه مالا قیمت هاشون and اینا. آب میوه های مختلف پکی 9 درهم. بریم قسمت چیزا، کیف هاشون. خیلی اینجا میان کیف میگن چون واقعا کیف های جنس خوبی هم داره. نگاه کنیم حالا دیگه قیمت ها با سایز های مختلف نوشته، حالا استایل هاشون به این صورت. چه همه جا هم چیز شده دیگه، کریسمس دیگه. چه هم تم کریسمسشون اینجا، فروشگاه کریسمسشون هست. سرسدم آف خوردم. بریم داخلشون این چی دارن قسمت کریسمسشون. اینم قیمت این حالا نمیدونم این آهنگی که داره پخش میشه این کپی رایت میخوره نمیخوره. حالا امیدوارم که این اتفاق نیفته. هم حالا قیمت کاجاشونه. البته نه از این چیزاست که میذارم پشت در صف درختاش. من همیشه چون عاشق کریسمس بودم خیلی این قسمت رو دوست دارم. یا این درختشه 10 متر ریسه روش در میاد 160. این هم حالا قسمت باز کمپینگشه، یه سری از حالا اجاقای سفری که حالا با قیمتاشون رو دارید میبینید. ما یه دونه از اینا رو گرفتیم، نمیدونم کجا داشتم میرفتم با مترو جابجا میشدیم، یه جا گذاشتمش دیگه، حالا گم شد متاسفانه. خب این هم حالا گلای مختلف که باز قسمت های مختلف، صندلی، میز و قیمت ها رو دارید میبینید. حالا بیشتر اینا کاربردش برای افرادی که اینجا زندگی میکنن. او نگاه از این چیزا تو ایران پشت این ماشین کمپرها ما میبینیم. گیره چیزای ابزارهای مختلف، این چیز خیلی خوبیه، بیشتر دارم. یه دونه از اینو برمیداریم، چیز خوبیه. ترازو، حالا از این چکش های مخصوص کاشی و سرامیک، اره، وسایل قنادی، ظروف مخصوصشون، چیزهای مختلف. خب این هم ظروف. از اینا من عاشقش هستم. غذای آسیایی داخل اینا درست میکنن. از این تابه ها 55 درهم.
نگاه از این مایتابه های مخصوص پنکیک. مارکت دفاع 89 درهم، حدود 3 میلیون میشه. ظرف‌های مختلف. هم پک های فریزری و اینا خیلی به درد من میخوره. چاقوهای مختلف. چرا اینم قسمت حالا شامپوهاش. شامپو داو 42 درهم. رنگ مو سای شونه مو. این انواع قهوه ها با قیمت های مختلف. کای ستارباکس 31 درهم. حالا قهوه های مختلف شده 26 درهم. و اینا چیه؟ قهوه نوشته قسمت مربا. عسلاشون که بعید میدونم اینا بهتر عسلای ما باشه. فکر کنم عسلای ایران خیلی ارگانیک تره، بیشتر شرکتی هستن پر میکنن. انواع چای. باز کیتکت حالا صورت حالا مغز دارش. قیمت هاشون رو میبینید 3 درهم. کیتکت با پاپکورن، با طعم پاپکورن یا وسطش پاپکورنه. چیز جالبیه، نمیدونم. از این شکلاتای قصه‌ای تو امارات خیلی حالا محصولات مختلف با طعم پسته پیدا میشه. Anong kulay ngayon, Kika? Blue? Ay, wala ng blue. Inisli ko na lahat. Kailan? این قسمت هم دوبهی چاکلت قیمتش رو میبینید حدود 28 درهم. استیکر هم قسمت محصولات یخچالیش هست. دارید میبینید مثلا این رولت هاست با بستنی بودن 20 درهم. چیزای مختلف. دنت شریکای میوه. نمیدونم چیه. ماستای مختلف، ماست طعمدار.
پاست 7 کاله ایران، اینجا 11 درهم. قسمت فروغاشه. شیراشم این حجم 21 درهم، این کوچیکترش حدوداً 13 درهم. قسمت حالا نورای خورد شده، قیمتاشون دیگه به نسبت بالاتر بکنم. خیار خورد شده 4 درهم، 120. چه هم از این قارچ‌هایی که تو سوپای حالا چینی ژاپنی دیدیم میکنه 5 درهم، 150. اونش بخریم تست کنیم. از این قهوه‌ایش هم یه نمونه دیگه از قارچاش. داخل سوپ خیلی خوشمزه میشه، حالا غذای آسیایی. قسمت غذاهاشه که برای هر 100 گرم میشیم قیمتی که داره.